به دست دشمنان نیست. اگر بیگانه بر ما حکمران نیست، چرا باید زبان ما بمیرد، زبان تازیان رونق بگیرد؟ چرا مردان دانا و خردمند به تازی حرفشان را می نویسند؟ چرا هر کس که شعری می سراید در آن بیگانگان را می ستاید؟ ابوالقاسم زبانت را نگه دار، کند کار تو را این حرف ها زار. مسلمان هستی و اهل نمازی، پدی میگوید اسلام و تازی. اگر هر کس مسلمان بود تازی است، اگر تازی شدن هم سرفرازی است. زبان تازی آزاری ندارد، خلیفه با زبان کاری ندارد. چه ربطی بین ایران و زبان است؟ زبان اطلوب فکر مردمان است و در خواهی ابوالقاسم زبان نیست. زبان آزادی ایرانیان نیست. تو در تازی خودت گستاد هستی ولی ایرانی و آزاد هستی. برادر جان برو در بند خود باش، فکر خالو و فرزند خود باش. نمیدانی که اصلا حرف من چیست، نمیفهمی که معنای وطن چیست. وطن تنها همین آب و زمین نیست، وطن خواهی فقط ایمان دین نیست. وطن وقتی به خود معنا بگیرد در آن ملتی معوا بگیرد. وطن جسم است و ملت دست جان است، وطن زنده به تاریخ و زمان است. اگر روزی زمان گردد فراموش، بمیرد جسم جان گردد فراموش. شود تاریخ ما از یاد مردم، فرو ریزد همه بنیاد مردم. بله اما چه باید کرد اکنون؟ تو میدانی دوای درد اکنون؟ برادر جان دوای درد اینجاست، دوای درد در تاریخ پیداست. تو میترسی که ایرانی نماند اگر تاریخ ایران را نداند؟ بله ایران ما پاینده گردد اگر تاریخ از نو زنده گردد. بگیرم شادمان در دست خامه، بپردازم به کار شاهنامه. زبان پارسی را زنده سازم، بدان تاریخ را پاینده سازم. ابوالقاسم خدا یار تو باشد، خدا یار تو در کار تو باشد. آروم نفس سس چکرم سس، جانم قشقای های های وطن میران. جانم قشقای های های وطن میران. ناصرخان قشقایی را میشناسیم؟ ناصرخان قشقایی همه کاره جنوبه. ایشون یکی از ثروتمندترین و قدرتمندترین افراد بعد شاهه. ایشون فرمانده ارتش خصوصی متشکل از 20,000 سوار ایراتیه. ایشون یکی از مهمترین شخصیت سیاسی ایرانه. Tağlardan bir numatana nağlardan, atlı çapana tağlardan bir numatana nağlardan. Tarih düşünen her karışından, dino dağından, İrem bağından. Tabarım nefes ses çekeren ses, canım Qashqai hay hay vatanım İran. Canım Qashqai hay hay vatanım İran.